سلام به شما. امروز میخوایم با هم به دل سرمای اسرارآمیز سیبری بریم. جایی که قراره با یکی از عجیبترین سنت‌های معنوی دنیا آشنا بشیم. یه سنتی که میگه برای رسیدن به سیرت اول باید بمیری. اونم یه مرگ کاملاً آگاهانه. آماده این که دنیای شمانهای سیبری رو با هم کشف کنیم؟ این جمله عجیب و غریب از قوم یاکوت دقیقاً قلب داستان ماست. یه ضرب‌المثل مرموز که به نظر غیر ممکن میاد، اما یه حقیقت خیلی عمیق و تکون دهنده پشتشه. خب، بی سر شدن واقعاً یعنی چی؟ بیایید با همین راز رو باز کنیم. این دقیقاً همون سوال اصلیه. آخه چطور ممکنه از دست دادن سر که مرکز هویت و منطق ماست، یه دریچه به دنیای غیب باز کنه؟ این سفریه که میخوایم با هم بریم تا جواب این سوال رو پیدا کنیم. خب، توی باورهای قوم یاکوت برای اینکه یه نفر بتونه شامن یا کاهن بشه و ارواح قبولش کنن، باید یه آزمون خیلی سخت رو پشت سر بذاره. ولی این یه امتحان معمولی نیست. بهای این پذیرفته شدن تجربه یه جور مرگ نمادینه و بعد یه بازآفرینی کامل. یه لحظه تصور کنین. سرمای مطلق سیبری، سکوت وهم‌آور و مهی که همه جا رو گرفته. جایی که انگار مرز بین دنیای ما و دنیای ارواح خیلی خیلی نازکه. دقیقاً تو همین فضاست که این سنت‌های کهن هنوزم زندن. خب، سوال اینه، کی این مراسم عجیب و دگرگون کننده رو اجرا میکنه؟ جالبیش اینجاست که هیچ انسانی توش نقش نداره. این کار رو ارواح سایه‌دار اون سرزمین انجام میدن. اونها هستن که کاهن آینده رو انتخاب میکنن و از نو میسازنش. در واقع معمارای این تحول همین ارواح هستن. پس ببینید، کهانت یاکوت یه مهارت نیست که یکی به اون یکی یاد بده. یه جور فراخوان معنویه. یه اتفاق کاملاً ماوراطبیعیه که توش اون فرد منتخب انگار توسط نیروهای غیبی از اول ساخته میشه. و اینجاست که داستان هم ترسناک میشه و هم مقدس. بیایید ببینیم جزئیات این آیین چیه. آیینی که توش کاهن آینده توی تمام مراحل، حتی وحشتناکترین بخشاش، کاملاً هوشیار و آگاهه. خب، این آزمون چند تا مرحله واقعاً تکون دهنده داره. اول، ارواح سر اون فرد رو از بدنش جدا میکنن. بعد بدنش رو تکه تکه میکنن. استخوناش رو میشمرن و گوشتش رو بین خودشون تقسیم میکنن. و در نهایت دوباره اون رو سرهم میکنن. یه بازسازی کامل و ماورایی. و این شاید سورئال‌ترین و مهمترین بخش کل ماجراست. تصور کنین اون فرد داره تیکه تیکه شدن بدن خودش رو تماشا میکنه. میبینه که سرش کنار بدنش افتاده، ولی هنوز کاملاً آگاهه و میفهمه چه اتفاقی داره میفته. این یه تجربه فراواقعی از مرگ و همزمان نظاره‌گر مرگ بودن. خب، حالا از این آزمون سخت و وحشتناک میرسیم به نتیجهش. بعد از اینکه ارواح شمن رو دوباره سرهم کردن، چی میشه؟ اون دیگه آدم سابق نیست. یه تحول بنیادی تو وجودش اتفاق افتاده. ببینید، قبل از این آیین، اون یه آدم کاملا عادی بوده. اما بعدش دیگه اون آدم سابق نیست. حالا میتونه چیزایی رو ببینه که بقیه نمیبینن. میتونه با موجوداتی مثل ارواح و اجنه ارتباط برقرار کنه. در واقع از یه هویت انسانی تبدیل میشه به یه واسطه بین دو دنیا. خب، شاید از خودتون بپرسین چرا اصلا یه همچین تجربه وحشتناکی لازمه؟ جواب اینه که این مرگ بهای به دست آوردن این قدرت هاست. برای اینکه بتونی پلی بین دنیای ما و دنیای ارواح باشی، باید اول هویت انسانی قبلی خودت رو کاملا از دست بدی. پس مهمه که بدونیم کلمه مرگ اینجا به معنی نابودی نیست، بیشتر شبیه دگردیسیه. دقیقاً مثل کرم ابریشمی که توی پیله میمیره تا بتونه به شکل پروانه متولد بشه. این یه تولد دوباره است، منتها توی سطح کاملاً جدید از هستی. حالا برگردیم به اون ضرب‌المثل اول. الان معنیش خیلی روشن‌تر شد، نه؟ بی سر شدن یه استعاره است. استعاره از دست دادن من انسانی و خودمحور. یعنی اون دیدگاه محدود انسانی رو کنار بذاری تا بتونی یه بصیرت خیلی بزرگتر، یه بصیرت کیهانی و روحانی به دست بیاری. و در نهایت میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم.
این سنت باستانی یاکوت واقعاً چه چیزی در مورد رابطه بین از دست دادن عمیق‌ترین بخش‌های وجودمون و به دست آوردن یه دیدگاه معنوی به ما میگه؟ شاید بزرگترین بصیرت‌ها فقط بعد از بزرگترین فروپاشی‌ها به دست میان. این سوالیه که به نظرم ارزش فکر کردن داره.